سلام دوستان عزیز، اومدیم برای ساخت یه خونه شیک و مدرن در ماینکرافت. ابتدا 11 تا بلوک میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و اینم 11. خب بعدش یکی پایین تر. 1 2 3 1 اینجوری بند میکنیم. دوباره 1 2 3 بعد 1 اینجوری. اینم تا پایین میریم. دوباره اینجا میایم همین کنیم. دوباره میایم تا اینجا، بعد اینجا میکنیم و باید این شکل رو داشته باشه. ببینیم بکنیم داخل شد. بعد اینکه داخلش رو کندیم، بلوک توسی رو برمی‌داریم داخلش رو پر میکنیم. بعد اینکه تمامش کردیم میایم اینجا بلوک سیاه رو برمیداریم. اینجا میایم اینجا 1 2 3 4 تا میایم بالا. 1 2 3 4 تا این طرف میچرخونیم میدیم میشه طرف. بعدش میای اینا رو اون 4 تا بود تا 6 تا میبریم بالا. بعد میکشیمش این طرف. بعد این همچین شکلی داشته باشیم. 1 در وسط میذاریم. بعد داخل بعد چوب میذاریم. بعد این شکلی بشه. بعد 1 اینجا اینجوری میکنیم. بعدش وسط رو شیشه میریم بالا. بعدش اینا رو دورش میذاریم این شکلی. به این شکلی باشه. بعد دوباره اینجا به اون شکلی 1 2 3 4 1 2 3 4 بعد هم میچرخونیم. میام 1 2 3 4 5 6 تو اینجا میذاریم. 2 تا شیشه وسط میذاریم. دورشو پر چوب میکنیم. کلشو میذاریم اینا. شیشه رو دوباره تا آخر میبریم بالا و چوب میذاریم. بعد از اینجا باید
این شکلی بشه. بعدش یه ردیف بلوک سیاه خریده رو یه شیشه میذاریم، یه ردیف دیگه میذاریم، می‌بینیم اینجا از این در شروع میکنیم. اینجا شیشه همون چوب بذاریم. این شکلی. بعدش میریم اینجا رو صافش کنیم به این شکل. اینجوری. بعدش میایم این سقفشو میریم. شیشه دلمون بخواد برمیاره، من شیشه سیاه ترجیح میدم. بعدش میداریم اینجا یک بلوک یه بلوک سیاه یه شیشه، همینجوری تا آخر میریم. اینجا میریم از پایینم میرسونیم. اینجوری. به این شکل. بعد شیشه رو برمی‌داریم تا اینجا میاریم. دوباره تا اینجا میاریم. به همین شکل. بعد بلوک سفید برمی‌داریم روی سیاه ها رو میبندیم. تا آخر میشونیم. این شکل. اینجا هم قشنگه. شکل میکنی. برای خوشگل‌تر شدن میتوانید داخلش این گوشه ها رو گل بکارید. این داخلش این نماز میرید بیرون. نور رو برمی‌دارید، نور کاری میکنید و دلخواه. اینجوریه. برای آموزش های بیشتر
ما رو فالو کنید.